الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، اسلام چیست؟ اسلام این فقط سخن کردن و با زبان گفتن نیست. اسلام این فقط دعوای مسلمانی کردن نیست. اسلام این الاستسلام لله بالتوحید و انقياد له بالطاعة و براءة من الشرك و اهله. تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی در توحیدش و پایبند بودن با عمل در اطاعت الله سبحانه و تعالی و براءت نمودن از شرک و براءت نمودن از مشرکین است. اسلام این عمل است. اسلام این بجا آوردن رکنها و شرطهای صحت لا اله الا الله است. اسلام این بجا آوردن طلباتها و مقتضای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است. امروز چقدر زیاد هستند کسانی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگویند، اما طواف میکنند، دور میزنند در گرد قبر، سجده میکنند به قبر، طلب میکنند از قبر، ذبح و نذر میکنند به قبر. لا اله الا الله به اونها فایده ندارد. چقدر انسانهایی هستند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگویند، نماز نمیخوانند، زکات نمیدهند، روزه ندارند، حج نمیروند و جنس عمل را کاملا عمل را ترک کرده و از اسلام یک ذره عمل ندارند. امروز کسانی هستند که میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، حکم میکنند بغیر حکم الله سبحانه و تعالی، قانون میبرارند که مخالف شریعت الله سبحانه و تعالی و به ضد الله و رسولش می جنگند و سخن میکنند و دین الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را استهزا می نمایند و به قانونهای بشر ساخته حکم میبرارند. چقدر انسانهایی هستند که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میگویند، اما مراجعت به محکمه های طاغوتی میکنند، موالات بر طاغوت و بر کفار مشرکین دارند و براءت را ترک نمودند و موالات را بر کفار انجام میدهند. پس اسلام این فقط به زبان گفتن نیست، فقط دعوای مسلمان بودن کردن نیست، بلکه اسلام این عمل است. امام شافعی میگویند اسلام و ایمان این قول است و نیت است و عمل است که یکیش به یکیش صحیح نمی شود. قول زبان، سخن زبان و سخن دل و عمل زبان و عمل دل و عمل جوارح. اسلام باید در انسان عملا وجود داشته باشد، اعتقادا وجود داشته باشد، در زبانش و در سخنش وجود داشته باشد. پس به حسن بصری گفته شد رحمه الله، همانا انسانهایی هستند که میگویند که لا اله الا الله، کسی که گفت داخل جنت می شود. حسن بصری گفتند هر کسی که لا اله الا الله گفت و حق لا اله الا الله را و فرضهای لا اله الا الله را بجا آورد، داخل جنت می شود. حسن بصری رحمه الله گفت لا اله الا الله به خودش شرطهای دارد که هر کسی که شرطهایش را بجا آورد داخل جنت می شود. به وهب ابن منبه گفته شد الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه، آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ وهب گفت بله، کلید جنت است، ولیکن این کلید به خود دندانه ها دارد.
هر کسی که دندانه دارد او می تواند که دروازه را بگشاید و باز بکند، و اما کلیدی که دندانه ندارد او کلید به صاحبش فایده ندارد. پس شرط های لا اله الا الله این دندانه های لا اله الا الله هست، دندانه های این کلید است که این روایت را امام بخاری تعلیقا در جنائز ذکر می کنند. پس بدانید ای برادران و خواهرانم که لا اله الا الله محمد رسول الله همان وقت به بنده فایده می بخشد که بنده طلبات این جمله را بجا بیاورد، مقتضای این کلمه توحید را بجا بیاورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند هر کسی که یگانه الله را عبادت بکند و به الله شریک را قرار ندهد و نمازش را بخواند و زکاتش را بدهد داخل جنت می شود. خیلی که این حدیث را علمای محدثین روایت کردند که یکی از مردهای به رسول الله گفت ای رسول الله اخبرنی بعمل یدخلنی الجنه، به من یک عمل را تعلیم بده که داخل جنت بشوم. گفت تعبد الله لا تشرک به شیئا، یگانه الله را عبادت بکن و به او هیچ چیزی را شریک قرار مده و تقیم الصلاه و نماز بخوان و زکات بده، وسیله رحم را به جا بیاور. امام بخاری در کتاب ادب المفرد و امام مسلم در کتاب ایمان روایت کرده اند. و حدیث صحیح آمده است از طارق ابن اشیم رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله گفتند من قال لا اله الا الله و کفر بما یعبد من دون الله حرم ماله و دمه و حسابه علی الله عز وجل. هر کسی که لا اله الا الله بگوید و بعد از این کفر بر طاغوت ورزد به همه آن چیزهایی که بجز الله عبادت کرده می شود، مال این انسان، خون این انسان حرام است و حساب این انسان بر الله است. روایت امام مسلم. بدان ای برادرم و خواهرم که هر کسی که لا اله الا الله بگوید با همین او انسان نجات نمییابد، بلکه باید کفر بر طاغوت ورزد و رکنهای لا اله الا الله که دو تاست، نفی است و اثبات است، و شرطهای هفتگانه لا اله الا الله که این علم است و یقین است و صدق است و محبت است و اخلاص است و قبول است و انقیاد است، باید بجا بیاورد. و ضد این شرطهای هفتگانه صحت لا اله الا الله که جهل است و شک است و کذب است و بدبینی و کره است و شرک است و انکار است و ترک است و اعراض است و عناد است، باید از همه این کفرها خودش را نجات بدهد. فهمیده شد که مجردی لفظ کردن لا اله الا الله انسان را نجات نمیدهد، بلکه انسان باید معناش را بداند، باید عمل به مقتضایش بکند و بداند که این کلمه رکنها و شرطها دارد و کفر بورزد به طاغوت و همه معبودهایی که در این دنیا پرستیده می شود ترک نماید. بارک الله فیکم.